این واژه را در اثر ندانم کاری این مترجمان ما قرقاتی کردن با همه پرسی. رفراندوم به عنوان همه پرسی، این یک غلط است. فرهنگ ایران واژه های خودش رو دارد. هم پرسی یک مفهوم خیلی گسترده دیالوگ است. خدا با انسان هم پرسی می کند. خدا به انسان نمی آموزد. انسان با خدا هم پرسی می کند. انسان ها با هم دیگر هم پرسی، یعنی با هم می جویند، با هم می اندیشند. این را می گویند هم پرسی. همزیستی اجتماعی بر پایه خرد مردمان در هم پرسی ایجاد می شود. فرهنگ ایران قداست جان را سرچشمه ساماندهی اجتماع می داند. فرهنگ ایران خرد را چشم جان و زندگی می داند. یعنی چی؟ یعنی خرد انسان است که زندگی انسان را باید نگاه داری بکند و سامان بدهد. این ساماندهی عنصر اولیه خرد در انسان است. خرد اصل سامانده است، یعنی می آراید، یعنی نظم و ترتیب می دهد، یعنی خودش قانون می گذارد. ما احتیاج به شریعت نداریم، احتیاج به کسی نداریم که برای ما قانون بگذارد. خرد انسان قانون می گذارد. جمهوری ایرانی معنایش این است. خرد انسان زاده از جان انسان در گیتی است و طبعاً خویشکاریش پرورش و نگاهداری زندگی همه مردمان بدون هیچ گونه تبعیضی در این گیتی است. خردی که از زندگی می جوشد اصل سامانده است. سامان و جای سامان مانند خشتره که بعد شهر شده است به معنای حکومت است. ببینید این واژه خشتره که شهر شده است هم معنای جامعه دارد هم معنای حکومت. این همانی حکومت و جامعه یعنی چی؟ یعنی حکومت از جامعه پیداش می آمد. اینها باید با هم دیگر این همانی داشته باشن. اگر این همانی داشته باشن نه اون حکومت است نه اون جامعه. از خرد انسان است که حکومت و نظام و قانون پیدایش می آمد. از خرد انسان. برای این خاطر بود که بهمن اهمیت داشت. در هر انسانی خرد سامانده، یعنی خرد اجتماع ساز و حکومت ساز و قانون ساز است. خرد سامانده یعنی چی؟ این خرد برای برگزیدن این و آن نیست. نه، خرد نیروی مبدع است. ابداع می کند. از خودش سامان می دهد. نه، نیاز به قیم ندارد، نیاز به وکیل ندارد، نیاز به آقا والا سر ندارد، نیاز به امام و رهبر ندارد، نیاز به پیشوا ندارد. در هر انسانی خرد سامانده، یعنی خرد اجتماع ساز. قرآن اجتماع نمی سازد، ایمان اجتماع نمی سازد، بلکه خرد انسانی اجتماع می سازد، خرد انسانی حکومت می سازد، خرد انسانی قانون می سازد. بهمن که خرد سامانده یا ارکه یعنی اصل نظم. این واژه در واژه های اروپایی مونارکی، هیرارکی، اینا همش آنارشی، اینا همش از همین واژه ارکه در ایران سرچشمه میگیرد. بهمن ارکه است. خرد سامانده یعنی اصل نظم است. ناینی ها به قطب و محور دوک چرخریسی ارک میگویند. یعنی چی؟ یعنی این قطب و محور همه چیز. خرد همه پرها روی این بنا شده. خرد انسانی چنین اصلی است، قطب همه چیز است. در هر انسانی این خرد تحول به ارتام یابد که همان عدالت و حق و قانون باشه.
خرد انسانی چی می شود؟ پیدایش خرد انسانی چی هست؟ عدالت، حق و قانون. این بهمن است، یعنی خرد بنیادی آفریننده در هر چیزی در دنیا. این بهمن است که در چهره ارتا آشکار می شود. یعنی خرد چی می شود؟ پیدایش خرد عدالت و قانون و حق است که اینها را ایرانی با داد می گفت. به عبارت دیگر حق و عدالت و قانون از خرد بنیادی انسان در همه انسانها پیدایش می یابد. همین بهمن که خرد سامانده هر انسانی هست در میان مردمان تبدیل به اصل همپرسی و هماهنگی و همبستگی میان مردمان میگردد. خود همین خرد سامانده مردم رو همپرس میکند، هماهنگ میکند، همبسته میکند. ما احتیاج به ایمان نداریم که ایمان ما را در یک دین، در یک کلمه به هم پیوسته بکند. در اثر ایمان آوردن به یک کتاب، به یک وحدت، به یک ایدئولوژی ما با هم پیوسته بشیم. نه، این همبستگی، تراوش و جوشش از خود خرد است. همپرسی همون دیالوگ است. انسان در اصل در رابطه همپرسی با خدا قرار دارد. این خیلی فرق دارد با ایده اینی که یک نبی برگزیده، یک فرستاده، یک مصطفی از خدا فرستاده می شود به ما امر و نهی بکند که چی کار باید بکنیم، چه خوب بد است، چی بد است.